جهادی هست. دومین جشنواره فرهنگی هنری ادبی روایت جهاد. سازمان بسیج سازندگی که طلایه‌دار فعالیت‌های جهادی، کارهای خدمت رسانی و فعالیت‌های اجتماعی و کمک‌هایی که به مردم نیازمند میشه رو بتونیم به صورت هنرمندانه بروز و ظهور بدیم. یادشون که دغدغه دارن توی این عرصه‌های مختلف تولیدات داشته باشن و بیان در فعالیت‌های جهادی شرکت کنن و به انعکاس اونها کمک بکنن. گروه‌هایی که شاید فعالیت رسانه‌ای ندارن و با برگزاری چنین جشنواره‌هایی ترغیب بشن به اینکه به فعالیت رسانه‌ای بپردازن. در خلال جشنواره ما قبل از اختتامیه‌اش حتما برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی برای گروه‌هایی که ارسال آثار رو داشتن و بعداً ارسال آثار هم ندارن و میخوان در برنامه آموزشی جشنواره شرکت بکنن انشاءالله برگزار کنیم که قالب‌های اصلیمون در 4 بخش هنری، ادبی، خبری و بخش ویژه هست. در این راستا باید از ظرفیت‌های دیگه هم استفاده بشه. موارد فرهنگی ما، اجتماعی ما، اصلا روابط عمومی ما، بسیج صدا سیما، اینا جایی هستن که میتونن تو این زمینه‌ها به شما کمک بکنن. همین الان برای اطلاع رسانی این جشنواره بالاخره کار مهمی است. وقتی اختتامیه هم یه نمایشگاه ما داشته باشیم از برگزیدگان جشنواره که اونجا نمایشگاه داده بشه، مردم بیان ببینن، خودمون دوباره میتونه یک موجی ایجاد بکنه در پستان و انشالله یکی از خواسته‌های حضرت آقا این هست که این بحث خدمت رسانی و کار جهادی فرهنگ بشه.